سلام، امیدوارم که همگی خوب باشن. چگونه زمانی که کتاب میخونیم، زمانی که مطالعه میکنیم، اول اینها را به یاد بسپاریم، به حافظه بسپاریم و چگونه بتوانیم بعدا از اینها استفاده کنیم، به اشتراک بگذاریم. این یکی از موضوعاتی است، یکی از چالش ها و موارد هستند که ما و شما با این روبرو هستیم، مخصوصا کسانی که در حال درس خواندن در مکتب و مدرسه هستند یا در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند یا به صورت کلی کسی کتاب برمی داره. چگونه بتونه که اولا اون موضوع رو به یاد بسپاره، حفظش کنه، یادش بگیره، درکش کنه، بعدا بتواند از اون دانش و از اون فهم و درک اطلاعاتی که به دست میاره استفاده کنه. من میخوایم که در اینجا برای شما 3 تا راه حل بدم. امیدوارم که این موضوعات مفید تمام بشه و ازش استفاده کنید. حتما حالا مفید تمام میشه. این یک از موضوعات و مواردی هستن که حالا بالایش زیاد صحبت شده و من خواستم که اینا رو با شما به اشتراک بگذارم که شما هم بتوانید از این قافله عقب نمانید و از درس و مطالعه و کاری که انجام میدید اون یادش بگیرید، فهمش کنید برای خودتان و بعداً بتوانید ازش در زندگی خود استفاده کنید. یکی از مواردی که شما باید در نظر داشته باشید و ازش استفاده کنید این است که زمان را برای کار خود قفل کنید. یعنی چی؟ قفل کردن زمان یا در نظر گرفتن زمان یعنی چی؟ مثلا شما یک کتاب بر می دارید، حالا نظر به علاقه، نظر به شوق و اون انگیزه‌ای که شما حالا دارید و یک موضوع رو دنبال میکنید، حالا هر کتابی که هست شما بر می دارید، در نظر داشته باشید که 8 فصل داره و اون موضوعی که برای شما از همه موضوعات دیگه فصل ها بیشتر اهمیت داره در فصل 6 است. فرض کنید که 8 فصل داره، موضوع مورد علاقه شما، موضوعی که بسیار به اون نیاز دارید، ضرورت دارید، در فصل 6 است. اولین کاری که شما قبل از مطالعه کردن، قبل از این که شما شروع به خواندن کنید، این است که برای خود زمان در نظر بگیرید. منی که مثلا میخوایم که این فصل 6 مطالعه کنم، در چه مدت زمان باید تمام بشه؟ در 20 دقیقه، در 40 دقیقه، در 1 ساعت، در 1 روز، در 2 روز، در چه مدت زمانی؟ این سبب میشه که مغز ما، ذهن ما متمرکز بشه بالای اون کاری که ما انجام میدیم. این سبب میشه که حواس پرتی کاملا از بین بره. حالا اگر کاملا نه، یک بیشتری حواس پرتی ما مثلا کم بشه و ما متمرکز بشیم بالای اون کاری که انجام میدیم و در اون زمان مورد نظر، با اون زمانی که ما برای این کار خود در نظر میگیریم تمامش کنیم و به پایان برسه. این یکی از مواردی، یکی از فایده های قید کردن زمان یا قفل کردن زمان این است که ما میتوانیم که ذهن خودم متمرکز کنیم بالای این کاری که انجام میدیم. اگر ما زمان رو در نظر نگیریم، کتاب برداشتیم، فصل 6 میخوایم مطالعه کنیم، بخونیم، زمان در نظر نگرفتیم، این شاید در ظرف 5 دقیقه تمام بشه، شاید در ظرف 1 روز تمام بشه، شاید در ظرف 1 ماه تمام بشه، شاید هیچ وقت تمام نشه. کتاب از دست ما بره، گم بشه و ما نتوانیم که اون صفحه یا اون فصل تمام کنیم. این اتفاقات برای همه ما و شما اتفاق افتاده. کتاب رو باز کردیم، فصل اول خواندیم، دوم خواندیم، یا مثلا یک فصل مورد علاقه که بسیار بهش اهمیت برای ما اهمیت داشت، شروع کردیم به خواندن، برای خود زمان در نظر نگرفتیم، زمان رو قفل نکردیم، مشخص نکردیم که باید در چه مدت زمانی تمام بشه. این موضوع طول کشید به 2 ماه 3 ماه، امروز فردا که حالا تمام میکنم، بعدن کتاب گم شد و ما نفهمیدیم که در اون فصل چی بود و ما دنبالش میگشتیم. پس ما باید اولین کاری که میکنیم، کتاب برمیداریم، باید برای خود مشخص کنیم که در چه مدت زمانی ما باید این فصل یا این صفحه یا این کتاب تمام کنیم. این اولین موضوع است. دومین موضوع که همچنان از اهمیت و جایگاه بالای برخوردار است و ما باید بهش توجه داشته باشیم، این است که نقشه گنج رو باید برای خود مشخص کنیم. زمان کتاب برمیداریم باید نقشه گنج برای خود مشخص کنیم. یعنی چی؟ ما مثلا همون مثال قبلی،
فصل ششم رو باز کردیم، شروع به خواندن کردیم، زمانم برای خود مشخص کردیم. در اینجا بعد از این که زمان مشخص میکنیم، دومین کاری که باید انجام بدیم این است که ما دنبال چی موضوعی هستیم در حال حاضر. حالا کتاب برداشتیم، موضوع مورد علاقه یا فصل مورد علاقه خود پیدا کردیم، زمان مشخص کردیم، حالا زمان مشخص شد، دنبال چی موضوعی هستیم. این سبب میشه همچنان که ذهن ما متمرکز بشه بالای اون موضوع و ما با دقت و تمرکز بالا، با احساس بالا اون موضوع رو بخونیم. اون خطها و اون صفحات با دقت و با تمرکز بالا میخونیم و دنبال اون موضوعی که هستیم حتما پیدا میکنیم. برای خود باید مشخص کنیم، یعنی دنبال چه موضوعی هستیم. دنبال تعریفی یک چیزی هستیم، دنبال مفهومی یک موضوع هستیم، دنبال کارکردی یک موضوع هستیم، یا دنبال خلق سوالهای متعددی درباره اون موضوع هستیم. از دل اون موضوعات، از دل اون متن میخوایم سوالات زیاد خلق کنیم، ایجاد کنیم، بنویسیم. دنبال چه هستیم؟ اینها رو باید بنویسیم. دنبال هر چی هستیم باید بنویسیم. تعریف گم کردیم، دنبالش هستیم. معنی یک واژه برای ما نامشخص است، میخوایم که اون رو پیدا کنیم. بعد از این که زمان مشخص کردیم، در این لحظه باید ما نقشه گنج باید مشخص کنیم که ما دقیقاً دنبال چی هستیم. این برای ما خیلی کمک میکنه که ما با تمرکز بالا، با علاقه، با انگیزه کتاب مطالعه کنیم و به هدف خود برسیم. سومین اصل و اساس که ما باید در نظر داشته باشیم زمان کتاب میخوانیم، مطالعه میکنیم، این است که ذهنیت یک معلم داشته باشیم، ذهنیت یک استاد داشته باشیم. استاد یا یک معلم زمانی که حاضر میشه در صنف، قبلا آمادگی گرفته، قبلا درباره اون موضوع مطالعه کرده، قبلا سوالاتی که در اون فصل، در اون بخش وجود داره حل کرده با خود، معنی واژه ها رو فهمیده چی به چی است. اون زمانی که در صنف حاضر میشه، اون دنبال سوالات نیست، اون دنبال معنی واژه ها نیست، اون دنبال کارکرد اون موضوع نیست، بلکه قبلا درباره اون موضوع اطلاعات، دانش کسب کرده، تجربه به دست آورده تا حاضر شده سر صنف و میخواد که اون موضوعات خود به دیگران به اشتراک بگذاره. و مایی که میخوایم کتاب برداریم، مطالعه کنیم و بعداً بتوانیم ازش استفاده کنیم، باید ذهنیت یک معلم داشته باشیم. کتاب برداشتیم، شروع کردیم به خواندن، باید با ذهنیت یک معلم، یک استاد مطالعه کنیم. جوری مطالعه کنیم، جوری با تمرکز و اشتیاق و انگیزه مطالعه کنیم که بعداً بتوانیم همون موضوعات به دیگران، به کسی که نیاز داره، به کسی که از ما سوال میکنه یا کسی که نیاز داره و ما میخوایم بهش کمک کنیم، بتوانیم اون موضوعات بسیار به صورت روان، ساده و کاربردی بیان کنیم. این سه تا موارد اگر ما استفاده کنیم، اگر اینها کنار هم قرار بگیره، در یک جمع قرار بگیره، در یک مجموعه قرار بگیره، سبب میشه که هر چیزی که ما میخوانیم، هر چیزی که مطالعه میکنیم، هر چیزی که میبینیم، اگر اینها کنار هم باشد، این موضوعات که زمان در نظر داشته باشیم، دو برای خود مشخص کنیم که دنبال چه موضوعی هستیم، سوم این که ذهنیت یک معلم یا یک استاد داشته باشیم، سبب میشه که هر موضوعی اولا ما با تمام وجود یادش بگیریم، برای ما فهم بشه، ما اونا درکش کنیم و بعدا هم میتوانیم ازش به صورت بسیار راحت، بدون دردسر، بدون اینکه چی بود چی نبود، ازش استفاده کنیم و به دیگران همچنان کمک کنیم. امیدوارم که از این موضوعات برای شما مفید تمام بشه و ازش استفاده کنید، حداقل یک بار استفاده کنید و انشالله که به تمام آرزوها و تمام اهداف و تمام خواسته هایی که حالا چه مادی است چه معنوی برسید.